این هفته خبر تو خبر داره براتون از کلکسیون بحران‌های ولایت که به جاهای باریک کشیده. ما دچار یک بحران هستیم. امروز بعضی ها هستند درباره ولایت دچار سوء تفاهمن، عمق راهبردی معنای ولایت رو نمیفهم. اینجاست که میگن آب که سر بالا بره قورباغه ها به جون هم میافتن. تو چنین وضع و اوضاعی اون چنان ترسی تو دل پاسدارا و بسیجی‌ها افتاده که اون سرش ناپیداست. پس وقتی اون میشه ترس میاد. وقتی ترس میاد تکمی اثرگذار میشه. به دمی درمی طرف میشه مال اون. یعنی این که فضا خیلی دقت کنیم خطر هست. به سمت اندلسی شدن ایران تلاش میکنن بره. البته این خطری که میگه دلیل داره. فقط تو همین چند ماه اول سال ماهی 9 تا مزدور انتظامی کله پا شدن. ما توی 5 ماه در 402 نزدیک به 42 شهید. این پاسدار رادان وقتی تازه اومده بود خیلی هارت و پورت میکرد، اما حالا معلومه بدجوری خورده تو پوزش. 1 2 3 اینا نشکنه نمیشکنه. توی این وانفسا آخوند رئیسی هم مشغول این خیمه شب بازیای پوپولیستیه. موتور رو ما خودمون طراحی کردیم، با موتورژن ساختیم. پک باتری خودمون طراحی کردیم، با سوا باتری ساختیم. درایو خودمون طراحی کردیم، با پرتو صنعت شرکت دانش بنیان ساختیم. یعنی 100% دانش فنیش در داخل خود ایرانه. طرف یه جوری داره پاچه خالی میکنه و خالی میبنده کسی ندونه فکر میکنه BMW ساختن، در حالی که همه میدونن لگنیه که فقط به درد این کار میخوره. رئیسی تو دولتش تنها چیزی که تونسته تولید کنه نوشابه است که اونم اینطوریه. جدیدترین تکنولوژی کارخانجات ایران. تاریخ هنوز مونده. بعد باز نشده، سوراخ نشده، ولی گازم داره. اینجا سورپرایز. البته در یک زمینه دیگه هم به تولید انبوه رسیدن که اونم تولید آخونده. در این مراسم تعدادی از طلاب غیر ایرانی ساکن در اصفهان هم معمم شدند. بالاخره ملبس شدیم. آره الحمدلله. بعد از چند سال؟ بعد از 15 سال. از آفریقا اصفهان. اصفهان بله. دیگه نوبت ما اصفهان شد الحمدلله. بسیار عالی. دیگه برمیگردین آفریقا؟ آره ان شاء الله. که ان شاء الله چند ماه دیگه ان شاء الله ما برمیگردیم ان شاء الله. میرون تبلیغ اسلام میکنید؟ قطعا تبلیغ اسلام. آره. چند سال درس خوندین؟ ایران 11 سالم اینجا. با کارشناسی ارشد فارغ التحصیل میشم میرم کشورم. عظما این همه زور زد که آخوند رئیسی رو از صندوق در بیاره و حلواش کنه، اما ببینید دربارش چی میگن. من آقای رئیسی رو مثل منشی رهبری میدونم، حالا این بی‌تعارفش، یعنی یه نفر انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور که از نظر من صلاحیت هیچی نداره. نظر من اینه آقای رئیسی نه مدیره نه کارآمدی داره، نه حتی سخنرانی درست به غلط میتونه انجام بده. عظما میخواست از آب گلالود ماهی بگیره اما گاو گیرش اومد.
مشنگستان این هفته رو با یه جمله مشنگ پسند از عظما شروع میکنیم که از اون جوکای خنده داره. طبیعی است یه مجموعه مثل سپاه با این خصوصیاتی که گفته شد برای نسل جوان میتونه جذاب باشه و جذاب واقعا. این هم یه چشمه از ابعاد جذابیت سپاه برای مردم ایران. آخوند رئیسی بعد از ایشالا درمانی و باید درمانی به تحول درمانی رو آورده. یه جمله میگه 6 تا تحول توشه. توصیه‌ام به همه دستگاه‌ها و ادارات و سازمان‌ها در کشور اینه که در جهت مردمی کردن دستگاه خودتون یک حرکت تحولی رو انجام بدید. نیروهایی رو به کار بگمارید که اونها دیدگاه تحولی دارن، مردم رو به حساب میارن. اگر نیروی تحول خواه نیست، حتما این نیرو رو از جلوی پای نیروهای یکی از این تحول‌ها بازدید سرزده مخبر مشنگ از پمپ بنزین هاست که معلوم نیست چه بازدید سرزده‌ایه که این همه دوربین دورشه. بازدید سرزده معاون اول رئیس جمهور از جایگاه‌های پمپ بنزین. جای دیگه رو هم دیدی؟ نه اینجا هم شروع بوده یا نبوده؟ حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به منبر این حجت الاسلام خالی بندیان بزنیم. حضرت یه خرمایی در اون طبق بود، برداشتن میل کردن، هستشو خارج کردن، همونجا زیر خاک کردن، بلافاصله این رویید، تنومند شد، درخت شد، خرما داد، از خرماش چیدن دادن دستش، خورد، وقتی هسته رو خارج کرد رو هسته دید شهادت این نوشته. این هم یک تعریف ساده و مختصر از یارانه از زبان یک کوچولوی خوش سر و زبون. دارن یارانه چجوریه؟ با قاشق میرن، با ملقه پس میگیرن. تیوی ریشم مشغول سوتیای همیشگیشه. خیلی ممنون از همراهیتون، از شما بیننده‌های عزیز تشکر میکنیم. انشالله تا دیدار بعدی خدا رو به شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شب و روزگارتون خوش. اومدن مسابقه تلویزیونی را بندازن ببینید چه مسخره بازاری شده. ببینیم سوال آخر رو. کدام یک از فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی به طور علنی از تحریم‌های ترامپ علیه ملت ایران حمایت کرد؟ 1. یاسر، 2. فاطمه، 3. فائزه و 4. مهدی. کدوم گزینه درسته؟ فائزه هاشمی رو روشن کنید دوستان. کاملا درسته. فائزه هاشمی در شامگاه شنبه 27 فروردین 1401 در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت خروج سپاه پاسداران از لیست تحریم‌ها به سود منافع ملی و جامعه ایران نیست. این هم پشت صحنه یک مصاحبه تو تیوی ریش. تایید سهم و کود شرکت آوانی که برم پولش نقدی میخواد، برم از مغازه پولشو موقع بعد چیچ نوشته ای رو در پایان توجه شما رو به یک کلیپ سمبولیک جلب می‌کنید که تصویری از وضعیت مملکتداری آخوندهاست.